سلام بیننده عزیز، سرخط خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. رهبری سلفی های تاجیکستان را دوباره در دوشنبه بازداشت کردند. راهی سمت دوشنبه خوجند که بر اثر برفباری بسته شده بود باز شده است. جوانی تاجیک را با درخواست مقامات تاجیک در یک کشور اروپایی بازداشت کردند. ایران تصدیق کرد که بر روسیه به سرنشین داده بود. محمدی رحمت الله ساکن شهر دوشنبه که از او رهبری سلفی های تاجیکستان نام برده میشد هفته گذشته بازداشت شده است. نزدیکانش در صحبت با رادیو آزادی گفتند که او 1 سال و 3 ماه پیش از محبس رها شده بود و در هیچ جای کار نمیکرد. مقامات گفتند محمدی رحمت الله بر اساس قرار دادگاه حق صحبت در موضوعهای دینی را نداشت، ولی برخلاف این در یک محفل مذهبی شرکت کرده است. نزدیکانش این را رد میکنند. سال 2016 دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت محمدی رحمت الله یا محرم محمد رحمت الله را 8 سال از آزادی محروم کرده بود. نزدیکانش گفتند که چند سال از حکم او بر اساس قانون عفو کم شد و پیش از مهلت به آزادی برآمده بود. او را آن زمان به تشکیل اتحاد اکستریمیستی، تیاری یا صادر نمودن جنایت از نگاه بدبینی یا کینه و عداوت ایدئولوژی و رهبری به اتحاد اکستریمیستی گناهکار دانسته بودند. در این باره تفصیلات بیشتری داریم که در برنامه اخباری آزادی آن را پیشکش شما میکنیم. راه دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال تاجیکستان بعد چند ساعت بسته شدن دوباره باز شده است. شرکت ایرس مسئول نگاهبینی راه که از رانندگان مبلغ میگیرد با نشر خبرنامه گفت محدودیت ها برای همه نمود نقلیات ها برداشته شد. روز 6 نوامبر در پی باریدن برف زیاد روات در راه دوشنبه چناق مشکل شد و 10 ماشین در داخل نقب درماندند. مسافران با گذاشتن عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی از جمع شدن 10 ماشین در نزدیکی نقب استقلال خبر دادند. بعضی آنها شکایت کردند که چند ساعت در داخل نقب درماندند و غذای کافی ندارند. مسئولین شرکت ایرس گفتند درماندن مسافران در راه زیاد طول نکشیده است و آنها تلاش کردند راه را باز کنند، در حالی که برخی از کار شرکت ایرس در راه دوشنبه چناق ناراضگی دارند. این شرکت گفته است محض رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه و به جا آوردن احترام همدیگر از جانب بعضی رانندگان باعث تنبشوی می‌گردد. اما ساله با شروع فصل زمستان روات در راه دوشنبه چناق مشکل می‌شود. این مسیر فعلا یگانه راه پولکی در تاجیکستان میباشد که از سال 2009 در اختیار شرکت ایرس است. مالک این شرکت معلوم نیست. نزدیکان یک جوان تاجیکی در مجارستان ونگریا با گمان شرکت در جنگ‌های سوریه بازداشت شده است میگویند او را تهمت کردند. ابراهیم دانیارزاده 26 ساله روز 1 نوامبر هنگام سفر از اوکراین به مجارستان بازداشت شد. دادگاه شهری بوداپشت مجارستان یعنی ونگریا او را تا ماه دکبر به حبس گرفت. بازداشتش با درخواست حکومت تاجیکستان که او را برای شرکت در جنگ‌های سوریه جستجو می‌کند صورت گرفته است. مریم دانیارزاده خواهر ابراهیم روز 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرش هیچگاه در سوریه نبود و اتهام اعلان کرده تاجیکستان اساس ندارد. ابراهیم دانیارزاده در فهرست افرادی است که بانک ملی تاجیکستان با گمان دست داشتنشان در عملهای تروریستی معامله پولی با آنها را منع کرده است. مریم دانیارزاده میگوید برادرش 7 سال قانونی در ترکیه زندگی داشت و از این کشور بیرون نرفته است. مقامات تاجیک بجز دانیارزاده اینچنین خواهر و برادر و مادر و پدرش را نیز جستجو دارند. مریم دانیارزاده که مثل برادرش در جستجو قرار دارد میگوید خانواده‌شان به هیچ گروه رابطه نداشتند و در ترکیه کار میکردند. او گفت برادرش چند ماه پیش به اوکراین آمد و آنجا صاحب کودک شد. با ادعای مریم او روز 1 نوامبر از طریق مجارستان میخواست به ترکیه برگردد ولی بازداشت شد. دادگاه بوداپشت پایتخت ونگریا با تکیه به درخواست تاجیکستان گفته است که او ماه اپریل سال 2016 از تاجیکستان به ترکیه و سپس به سوریه رفته به صف سازمان تروریستی داعش پیوسته است. تهران گفت هواپیماهای به سرنشین ایرانی شهید که روسیه با آنها به اوکراین حمله دارد قبل از جنگ خریداری شده بودند. به اطلاع خبرگزاری ریترز وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفته است هواپیماهای به سرنشین را روسیه چند ماه پیش از حمله به اوکراین دریافت کرده بود. او همچنین خبرها درباره آن را که گویا ایران به روسیه اسلحه ایلاوگی می‌دهد رد کرد. عبداللهیان افزود اگر ثابت شود که روسیه از هواپیماهای به سرنشین ایرانی در جنگ ضد اوکراین استفاده کرده است تهران بی‌طرف نخواهد ماند.
کیف مسکو را عیبدار میکند که با هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی حمله کرده است. اوکراین خبر داد که نظامیان آن توانستند بیش از 300 دستگاه ساخت ایران را در قلمرو خود از جمله در کیف سرنگون کنند. عکس‌های هواپیماهای بی‌سرنشین را هم نظامیان اوکراین و هم ساکنان عادی که شخصا این هواپیماها را دیدند نشر کردند. حمله‌های بی‌سرنشین تنها در تیرماه سال 2022 آغاز شدند. در ناحیه دروازه ولایت مختاری کوهستانی بدخشان یک نقب با درازی 365 متر به استفاده داده شده است. این نقب در یک راه خطرناک در کنار رودی 5 با صرف 7.5 میلیون دلار آمریکایی ساخته شده است. این قطعه راه هر سال زیر آب میماند و حرکت به ولایت بدخشان را مشکل میکرد. ساختمان این نقب سال 2017 پس از آن آغاز شد که باران زیاد و سیل در حدود دهه‌های خوسته و شیرگاورد ناحیه درواز تقریباً 1 کیلومتر راه دوشنبه بدخشان را بست و چند منزل زیست را خراب کرد. آن زمان ساکنان یک مدت با پیراههای خوفناک کوهی روا داشتند. حالا مقامات میگویند این بخش راه به خطر شده است. حالا نگاه به قرب اسعار در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان برای 7 نوامبر قرب 1000 روبل روسی را 161 سومانی و 50 دیرم، 1 دلار آمریکایی را 10 سومانی و 21 دیرم و 1 یورو را 10 سومانی و 0.84 دیرم مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی قربی پول خارجی میتواند دیگر باشد. خبر و گزارش‌های دیگر را میتوانید 3 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی ببینید. بازگشت به صفحه ما در یوتیوب و فیسبوک و سامانه رادیو آزادی را فراموش نکنید.